خب تهرون چه خبر؟ سر خاک امیر رفتی؟ بله رفتم. ممنون. تو این 27 سالی که شما با حقوق معلمیت زندگی کردی، اینا با اسم امیر هر کاری خواستن کردن، تو روحت هم خبر نداشته. شاید میدونستی و به من نگفتی. ها؟ مامان؟ حالا که بابا توبه کرده، خواسته دم مرگش با این پول گناهاشو بخره، من چرا این پولو قبول نکنم؟ تو چرا این پولو قبول نکنی؟ آرشون، ما قبلا این صحبت رو کردیم دیگه. ببین الان خسته ای، 2 شب هم هست که نخوابیدی. بعدن صحبت میکنیم. الان شامتو بخور. تا کی میخوای تو این خونه با حقوق احمقانه بازنشستگی زندگی کنی؟ مامان با این پول 1000 تا کار میشه کرد. این پول حق شماست. این پول حرومه. پول خونه امیره. من بمیرم هم دست بهش نمیزنم. منت هیچ کس هم نمیکشم. منت کسی رو نمیخوایم بکشیم مامان. بابا مرد رفت. این پول شماست. مال تو این پول. اگه میخواستم بگیرم اون 4 باری که اومد التماس کرد میگرفتم. من 20 سال بعد از عمه خدا بیامرزم تنها زندگی کردم. 20 سال، میفهمی؟ از پس خودم هم بر اومدم. تو هم از پس خودت برمیای. ما به کسی احتیاج نداریم.